اینای منظره که بچه های توجیک کار میکنن ساعت 8 سحر تا ساعت 5 بیگا کار میشن. بچه های ما جمشیدی هم موشن قطعی جنگل در کره جنوبی جای کاری گروه از مهاجران تاجیک. امروز آنها درختان خشک شده را بریده و جمع‌آوری کردند. فردا ممکن است به کاری ساختمان جلب شوند. کار را برای آنها شرکت‌های مخصوص پیدا می‌کنند و حق کار هم در پایان هر روز پرداخت می‌شود. منظره زیبا و خیلی کارش خیلی کمتر مشکل خنک. کار در بیرون درآمدی خوب داشته است. مهاجران تاجیک در کره میگویند در یک ماه تا $2,500 دریافت میکنند. مؤلف این نوار و همراهانش برخی 2 و برخی 5-6 سال پیش برای کار به کره آمدند. روزی کارش $100. $100 یک روز. تو ساعت چند کار میکنی؟ 8 تا 50. کره جنوبی کشوری آسیایی دور از تاجیکستان طی سالهای اخیر به مسیر نوی مهاجرت کاری تبدیل می‌یابد. جنگ روسیه در اوکراین و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران در این کشور توجه کارجویان تاجیک را به بازار کاری کره تا جای بیشتر کرده است. مهاجران با استفاده از شهروندی روسیه یا روادید سیاحی و آموزشی و یا طریق شرکت‌ها برای کار به این کشور می‌روند. این مردم است. این پوکومپاک. حمیده اسکندر و 5 سال باز در یک آشخانه در شهر ایچخانن کره سرآشپز است. او قبلا در روسیه کار میکرد. میگوید درآمد زنان نسبت به مردان اینجا کمتر است. آنها در کارخانه و زواد و مهمانخانه و زمینهای کشت کار میکنند. مردم خیلی بسیارتر میگیرن. اولکشون بسیارتر است. قین نیست. اول قین میشه دو کمتر و بعد قصه آموخته میشیم. 2 ماه پیش مقامات تاجیکستان از ارسال نخستین گروه مهاجران برای کاری رسمی موسمی به کره خبر دادند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در اساس یک سازشنامه تقریباً 60 کشاورز را به سئول برای کار فرستاد. تاجیکانی که چندین سال است سمت مهاجرت را تغییر داده به این کشور می روند میگویند در مجموع شرایط کار و معاش در کره بهتر از روسیه است. احرار جان باقیف از جمله تاجیکان موفق در این کشور است. چند نفر شناس و ناشناس بسیار منبع می‌نویسند. اویدی وابسته به مسائل کار و فعالیت در جمهوری کره پرسو می‌شود. سیستم این است که ساعت می‌خزند و یا خود نفرایی که مثل کار میکنند ساعت ساعت 4:30-5 می‌خزند. سموشیل نام دارد. آفیس میروند. جای آفیس که اونجا به همون ساعت قطعی آدم‌ها رو جمع بست میکنند و با رویه ها جدا نبوده با کار جدا میکنند. سفربر میکنند. برخی از تحلیلگران میگویند بازار مهنتی روسیه در 5-7 سال آینده به تدریج نفوذش را از دست میدهد. با گفته آنها کار و زندگی مهاجران در کره از روسیه فرقی زیاد دارد. مناسبت خیلی خوب است. در وقتش معاششان را میگیرند. آنها را در کوچه ها کارکنان پلیس عذاب نمیدهند و وقتی معینی که در شرطنامه گفته شده است مثل 6 ساعتی کاری یا که 8 ساعتی کاری همون 8 ساعتی کاری را اجرا میکنند و اگر از 8 ساعت زیاد کار کنند یعنی آنها میتوانند مهلتی درآمدی کمتر زیادتر گیرند. اما برای کارجویان تاجیک دسترس کردن روادید سفر به کره مشکل است. اکثرا به آنها ویزای 6 ماهه داده می شود. به این دلیل هم مهاجران زیادی در این کشور غیر رسمی کار و زندگی دارند. تاجیکستان با کره حالا سازشنامه برای کار طولانی مهاجران ندارد. از طرف ما پیشنهاد شده است و این قرارداد را باید که پارلمانت کره تصدیق کند و این حالا در عرفه چخیل میگوییم محاکمه هست. در صورت تصویب شدن این سازشنامه به گفته کارشناس راه مهاجران کاری تاجیک به کره آسان و هموار و وابستگی از بازار کاری روسیه کمتر خواهد شد. طبق حساب‌های گوناگون حالا بیش از 5,000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی دارند. برخی در شرکت‌های معروف چون سامسونگ و هوندای هم کار پیدا کردند.